باعث افتخار است که صنعت گلدوزی تاجیکی چکن نیز با قرار سازمان با نفوذ یونسکو به روی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل کرده شده است. فستیوال آزمون صدرنگ چکن در قلمرو ولایت با مقصد گسترش بخشیدن به استحصال و استفاده انواع گوناگون لباس و متاحهای ملی و معاصر چکن و گلدوزی و سوزنیدوزی راه اندازی شده است و دور جنبسته آن به وقوع پیوست. بانوان و مادران تاجیک لباس ملی چکن و اطلس و ادرس و گلدوزی قدیمه را به بر نموده ارزش‌های ملی نیاگان را پابرجا نگه می‌دارند. در فستیوال آزمون ولایتی صدرنگ چکن معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی اشتراک نموده پیرامون رشد و تکامل همه نمود هنرهای مردمی نقش و مقام چکن و گلدوزی در فرهنگ ملی سخن گفته قید نمود که در زمان استقلالیت دولتی با دستور و هدایت‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شأن و شهرت چکن خیلی بلند گشته است. محض همین غمخوری‌ها و رواج دادن هنرمندی بود که صف چیره دستان سال تا سال زیاد شده نوآوری و ایجادکاریشان افزون و سطح زندگی هنرمندان شایسته گردیده است. در فستیوال آزمون مذکور بانوان صاحب هنر، چکندوزان ماهر و طراحان خوش‌ذوق، کشیده دوزان و سوزنی دوزان چیره دست محصول دستان خویش را نمایش دادند و گلدختران طاووسقران با چکن و کرته های صدرنگ گلببری خویش صحنه را شهامت خاص بخشیدند. فستیوال آزمون از روی شرط‌های نمایش لباس‌های قدیمه، کودکانه، ایدانه و روزمره و رسمی و سوزنی دوزی ادامه یافت. در همه شرط‌ها اشتراکچیان سرشمار با لباس‌های زیبای شنم که یکی از دیگر پسندیده‌تر و شنم بود، محصولی چیوران و هنرمندان و طراحان چیره دست را به حکمان و تماشابینان نمایش دادند. هیئت حکمان به سر و لباس هر یک نفر اشتراکچی آزمون بهاگذاری کردند. در همه شرطها غالبان و جایزه‌داران را معین نمودند. معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی به غالبان آزمون پیروزی را مبارکباد گفته به طراحان، دوزنده های ممتاز و اشتراکچیان فعال فستیوال آزمون صدرنگ چکن دیپلم های درجوی، سپاسنامه ها، تحفه ها و مکافات پولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت را تقدیم نمود. امروز از روی نمایش کودکان جای اول نصیب من گردید. در آینده می‌خواهم که باز از این هم بسیارتر دوزم. در بخش بهترین نمود سوزنی ها جای یکم را گرفتم. ما خیلی خرسند از آن هستیم که امروز هنرمندان ما را خیلی دستگیری میکنند. از این ما روی بالیده گرفته کارهای خود را به پیش میبریم. امروز من در نمایش لباس قدیمه جای اول را اشغال کردم. میخوام که در آینده سهم خودم را باز این زیادتر نشان دهم و میخوام که همه زنان و دختران تاجیکستان با لباس ملی تاجیکستان خودمان را در تمام دنیا مشهور گردانند. هنرهای مردم تاجیک که تاریخی قدیمه دارد از عصر به عصر آمده و از نسل به نسل می رود. این ارزش های ملی و معنوی خود را ما باید پاس داریم و بیگزند تا جاویدان بریم.